هنگامی که در سکون به درخت یا انسانی مینگری، این کیست که مینگرد؟ وجودی عمیق‌تر از شخص، آگاهی به آفریده‌اش مینگرد. کتاب مقدس میگوید که خدا جهان را آفرید و دید که خوب است. هنگامی که بدون فکر از درون سکون نگاه میکنی، تو نیز همان را میبینی. آیا به دانش بیشتری نیاز داری؟ آیا دانش بیشتر جهان را حفظ خواهد کرد؟ یا کامپیوترهای سریعتر و تجزیه و تحلیلهای علمیتر و هوشمندانه‌تر موجب محافظت از جهان خواهند شد؟ آیا در این زمان بشر بیش از همه چیز به انسانیت نیاز ندارد؟ اما خرد چیست و در کجا یافت می شود؟ خرد از توان ساکن بودن ناشی می شود. فقط بنگر و گوش کن. به چیز دیگری نیازی نیست. ساکن بودن، نگریستن و گوش دادن، شعور غیر فکری درونت را فعال می کند. بگذار سکون گفتار و رفتار تو را هدایت کند. بیشتر مردم تمامی عمر را محبوس در محدوده افکارشان می‌گذرانند. آنها هیچگاه به ورای مفهوم شخصی، ذهنی و محدودی از خود که توسط گذشته شرطی شده نمی‌روند. در تو همچون هر انسانی بعدی از آگاهی وجود دارد که بسیار عمیق‌تر از تفکر است. آن ذات وجود توست. می توانیم آن را حضور، هوشیاری یا آگاهی غیر شرطی بخوانیم. در آموزش‌های باستانی آن را مسیح درون یا طبیعت بودا می خوانند. یافتن آن بعد تو و جهان را از رنجی که برای خودت و دیگران ایجاد می کنی رها می سازد. رنج در حالتی ایجاد می شود که من حقیر ساخته ذهن تنها کسی است که می شناسی و هموست که زندگی تو را اداره می کند. عشق، شادی، انبساط خلاق و آرامش درونی پایدار نمی تواند باشد مگر از طریق آن بعد نامشروط آگاهی. اگر حتی گهگاه بتوانی افکاری را که از ذهنت عبور می کنند فقط به عنوان افکار بشناسی، اگر بتوانی الگوهای واکنشی ذهنی عاطفی خود را در حالی که رخ می دهند شاهد باشی، آنگاه آن بعد همکنون در تو به عنوان نوعی هوشیاری که افکار و عواطف در آن رخ می دهند در حال شکل گیری است. یک فضای درونی بی زمان که تمامی محتوای زندگی تو در آن سر می گشاید.